خب سلام و درود و وقت بخیر خدمت تمام شما دوستان عزیز به پارت هفتم بازی ورلد باکس خوش اومدید بچه‌ها. قبل از اینکه پارت رو آغاز کنیم من یه استوب بزنم. بچه‌ها می‌خواستم بگم که بچه‌ها ما احتمالاً تا پارت هشتم یا دهم یا هم نهم فصل رو تموم کنیم، فصل یک و بعد دیگه فصل دو رو شروع کنیم. فصل دو همین سیو منتها دیگه پارتاش میشه فصل دو، یعنی دیگه نمی نویسیم پارت 11، می نویسیم پارت یک فصل دو. به این گونه هستش. و حالا چرا؟ چون که من احتمال میدم که اگر بخوایم با همین در واقع شکل جلو بریم، الان همه حکومت ها داره لول فرهنگشون میره بالاتر و میشه عصر نوین و فصل بعدی قراره فصل عصر نوین یا عصر تکنولوژی داخل ورلد باکس باشه. برای همین من گفتم که فصل بعدی رو به این گونه آغاز کنیم و دیگه احتمالاً ما با آخرای قسمت فصل یک بخوایم روبرو باشیم و استارت میزنیم. بچه پارت های قبلی اگر دیده باشین اینجا ما انروی ها رو داشتیم که به خیلی شکل نامردی طوری اومدن و همسایه خودشون که ببینم اسمش نوشتم، نه متاسفانه دو تا همسایه خودشون از بین بردن. هرن امپایر که قبلا هرن خالی بود، امپایر رو بهش دادیم. مال چرا؟ چون که اولین حکومتی بود که به صنعت کشتی سازی دست پیدا کرده بود. علاوه بر اون حکومت گرند که توی این قسمت این قاره بود رو کلا به زمین زد و نشست جاش. هالی امپایر هم که دارید میبینید جزء یکی از امپراتوری های بزرگی هستش که جمعیتش اندازه یک اتحاده. الان شما این پایین رو ببینید، الان بخوام به اتحاد نشون بدم مثلا الان این اتحاده، مثلا اتحاد 336 نفره ترتل که از 3 کشور تشکیل شده و الان این خودش به تنهایی 216 تا آدم توشه، یعنی تقریبا یه کمی دیگه بیشتر بشه میتونه برسه به یه جمعیت 3 کشور و خب خیلی جمعیتش زیاده. از علاوه بر اون من گفتم که خیلی خشکی های مپ ما خیلی کمه. من گفتم که بچه ها بیاین این قسمت ها رو یه سری جزایر خیلی کوچیک درست کنیم، با اینکه خب الان مثلا الان وسوها امپراتوری 65 ساله دارن، هالی ها 65 ساله، ونون ها 71 ساله و خب امپراتوری خیلی بزرگ و قدیمی الان توی جهان وجود داره. مثلا امپراتوری 58 ساله که اینجا هست، این امپراتوری که 46 ساله هست، ایتیش ها که 47 ساله هستن و این امپراتوری یتیک ها که 47 ساله هستن. باز اینجا یه امپراتوری 46 ساله داریم، پرنس ها 46 ساله و وسوها که 65 ساله هستن. خب ببینید الان ما امپراتوری هامون همه تقریبا بالای 44 سال هستن امپراتوری ها در حال حاضر. برای همین من گفتم برای اینکه چون همه امپراتوری ها تقریبا به صنعت کشتی سازی رسیدن یا دارن حداقل میرسن، الان حالیا که قوی ترین امپراتوری هستن هنوز کشتی ندارن، ولی خب اگر ما فرهنگش رو مشاهده کنیم رسیدن به صنعت کشتیرانی، ولی خب ما الان کشتی نمیبینیم داخل آبهای آزاد. برای همین من گفتم که اینجا ما یک خشکی خیلی بزرگ و عظیمی بسازیم ولی داخلش هیچ انسانی نریزیم. اگر دیدیم خودشون دست یافتن و رسیدن به این خشکی که دیگه هیچ، اگر نرسیدن بعد 2 تا آدم توش میندازیم و دیگه توش امپراتوری ها رو آغاز میکنیم. این قسمت رو من گفتم که اینجا تشکیل بدیم و شروع میکنیم به تشکیلش. قراره یک خشکی خیلی بزرگی باشه، خشکی خیلی بزرگ که این قسمت زمین رو کلن احاطه کنه و بله یه قسمت خیلی بزرگی رو ما اختصاص میدیم به این قسمت. و هرن امپایر با پننس وارد جنگ شد. بچه ها جنگ بزرگ و عظیمی اتفاق افتاده الان. من خودم منتظر این جنگ بودم. چرا؟ چون که الان خاک پننس ها یه جورایی دارای مزرعه هستش. بعد علاوه بر اون ارتش 34 نفره داره. اگر که هرن ها با ارتش 60 نفره شون که 100% هم بتونن ارتششون حداقل 20 نفر از ارتش پننس ها رو برای خودشون بیارن، احتمالاً
قوی تر از هالیا میشن. البته که خاک این قاره کلا بهشون اختصاص داده میشه، الان یه قاره جداگونه هستش و احتمالا ما مثل وارنینگ ها برای که امپراتوری بزرگی رو ببینیم، چون که وارنینگ ها هم الان دارید میبینید، اما خب قدرتشون تحلیل رفته، خیلی بیشتر قدرتشون. و بچه ها علاوه بر اون اینجا اسکله هم وجود داره. ما توی پارت قبلی سعی بر این داشتیم که بیایم یه در واقع جنگ دستی بین هرن ها و پننس ها درست کنیم. الان خودشون به صورت خودکار اصلا جنگ کردن. بچه پننس ها هاشور زدن روی این شهر هرن ها. احتمال داره که ما شاهد این باشیم که یه تحول توی پننس ها به وجود بیاد. البته فکر نکنم، چون الان 3 تا شهر داره هرن و بله همونطور که گفتم نه احتمال داشت و پننس ها این شهر گرفتن. اگر بگیرن تنها کشتی هرن ها از بین میره که اشتباه کردن با این کارشون و شاهد نابودی این کشتی شدیم. و الان بچه‌ها الان ما داریم میبینیم قدرت هرن ها بیشتره ولی پننس ها کشتیشون رو گرفتن. بچه‌ها تموم شد دیگه. احتمال برد هرن ها به 49% رسید. چرا؟ به خاطر اینکه دیگه کشتی ندارن. الان دارید میبینید هیچ کشتی دیگه ندارن و فرهنگشون هم تغییر کرد. فرهنگشون شد گرن همون حکومتیه که توی پورت‌های قبلی، اگر اشتباه نکنم پورت 3 یا 4 بود که فتحش کردن و یا 5، که الان ما داریم میبینیم فرهنگشون به همونا برگشت. یعنی کارما زد به سرشون، خورد تو سرشون، قشنگ زمین گرد شد. اینا اون کاری که با گرن‌ها کردن، اون نامردی که کردن و گرن‌هایی که اصلا نمیدونستن کشتی چه هست اینا نابودشون کردن، الان همون بلا داره سرشون میاد. الان نگاه کنید 18 نفر الان وارد میشن، اینا 30 نفرن. هر کاری هم بکنن آخرش کشتی ندارن. یا باید سریع دست به کار بشن کشتی بسازن که نمیتونن. الان این فرهنگ جدیدشون اصلا به کشتی سازی نرسیده و بچه خداحافظی باید بکنیم با این در واقع حکومت. علاوه بر اون بریم که اینجا برای خودمون بسازیم. بچه من میخوام که یه قسمت عظیمی رو بسازیم که داخلش یه دریا هم باشه، یه دریای بزرگ. برای همین من بچه وای اینجا رو نگاه کنید بچه برگام، شهر جدید وارنینگ ها رو ما داریم توی قاره جدید میبینیم. بذارید بچه من یه کاری کنم، اینجا یک دریا درست کنیم، یه دریای کوچیک نسبتا و داخلش هم آب میریزیم. اصلا من هنوز هدفم نبود کسی بیاد داخل اینجا، که دیدیم خودشون با کشتی اومدن و خب خیلی جالبه. قسمت بالاییش حاصلخیز و جنگلی میخوایم بکنیم، قسمت پایینیش هم یه حالت جنگلی دیگه. این قسمت کلن جنگلی مانند بکنیم. بچه وارنینگ ها با این کارشون به خیلی کار خوبی کردن. چرا؟ الان به نفع خودشون شد، چون که این کار باعث شد که بیشتر جلو برن، یه منطقه بیشتری رو منابع بتونن جمع کنن و حالا چوب و غیره. و بچه ها این منطقه هم همونطور که میبینید من طوری دارم تشکیل میدم که 3 ناحیه آب و هوایی داره. یکی خشکه، یکی پست و حاصلخیزه، یکم جنگلی. اصلا کلا خیلی محدوده خوبیه. بذارید به طور طبیعی ما داخلش درختم بکارم که دیگه کار اوکی بشه و دوباره این رفت رو حالت برفی که ما درش میریم. و بچه ها میبینید چقدر جنگل های زیبا و حاصلخیز اینجا درست شده و وارنینگ ها از همه لحاظ به قدرت شهرسازی خیلی زیادی رسیدن. الان قدرتشون البته شده 63. چرا؟ من نمیفهمم چرا قدرتشون از ارتششون از 89 شده 63. اصلا خیلی عجیبه. توی جنگ هم نبودن و ونون امپایر هم خیلی اومده پایین. حالی ها نه همونن حالی ها. نمیدونم چه اتفاق افتاده توی دنیا که الان انروی که تقریبا تو نوسازه قوی تر شده. خیلی عجیبه. ولی خب بچه این پارت هم تموم شد و احتمالا پارت بعد آخرین پارت فصل 1 هستش. تا پارت های بعدی خدا نگهدار.